اوه. بینندگان عزیز، دقایقی قبل در اتوبان عقارب پرست، همین اتوبانی که ما هستیم، متاسفانه بر اثر انفجار خودروی پژو 2 نفر از هموطنانمون جان خودشون رو از دست دادن و 1 نفر هم مجروح شد. علت در دست بررسیه. آقا چه اتفاقی افتاد؟ در حال حرکت یه دفعه منفجر شد و یکی از راننده خودش رو پایین انداخت اونجا که لباساشو در آورد، تیکه تیکه کرد. خودرو همینطوری منفجر شد. یه نفرشون راننده یه پسر جوون بود، 20 خورده ساله، 23 4 ساله. وقتی انفجار کرد افتاد اون و فقط صورت و دستاش سوخت. پدرشون هم که نتونستن ماشین بیان بیرون، اونم کلا سوخت. کل ماشین آتیش گرفت. کل ماشین اول از پشت صندوق کپسول گاز کنم نشنیده بود که پکید. بعد مادرشون هم که اینجا افتاده بودن فوت کرد.